أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. کتاب ریاض الصالحین حدیث 473. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 483 این حدیث رو میارد، میگوید و عن عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه قال، یعنی از عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه روایت است که گفت قال رجل للنبی صلی الله علیه و سلم، گفت مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم را، یا رسول الله و این والله انی لاحبک، گفت ای رسول الله والله انی لاحبک، یعنی قسم به الله که من دوست می‌دارم تو را. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت انظر ماذا تقول، یعنی نگاه کن که چی گفته ایستاد، یعنی دقت بده، یعنی گپ تا فهمیده است تو چی گفته سی. قال والله انی لاحبک 3 مرات، باز میگه اون مرد گفت که قسم به الله من دوستت میدارم تو ای رسول الله. 3 مرات نمیگه، پس 3 بار تکرار کرد، میگه 3 بار گفته ای رسول الله من دوستت میدارم. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت این کنت تحبنی، یعنی اگر که تو مرا دوست بداری، فاعد للفقر کجفافا، پس آماده باش برای پس آماده کن برای فقر تجوافی را. تجواف یعنی که بگیم سپری را، یعنی که کم بغل میشه که دیگه آمادگی کم بغلی را بگیر. وقتی که مرا دوست میداری کم بغل میشوی. فإن الفقر اسرع الى من يحبني من السیل الى منتهاه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت فإن الفقر، پس هر آینه فقر و ناداری، اسرع الى من يحبني من السیل الى منتهاه، یعنی سریعتر میرسد به کسی که من را دوست میدارد از سیلی که به پایانش میرسد. یعنی که سیل وقتی که جاری میشود چطور با سرعت به پایانش میرسد، جای پستی را میرود ضبط میکند و میگیرد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت کمبغلی و فقر و ناداری برای کسانی که من را دوست میدارم با اون چقدر زود میرسد. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و گفته که حدیث حسن است. خب این بود حدیث 483. بعد از این حدیث 484 و عن کعب ابن مالک رضی الله عنه قال، یعنی از کعب ابن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، یعنی میگه که ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، یعنی نیستند دو گرگ گشنه که فرستاده می شود در بین گوسفندا دو گرگ گشنه را بمانی، بی افسد لها من حرص المرء على المال و شرفی، یعنی فاسدتر، خراب کننده تر، بی افسد یعنی تباه کننده و خراب کننده و فاسد کننده آن گوسفندا را از حرص انسانی که به مال و شرف دارد. یعنی که حرصی که انسان به مال و شرف دارد بدتر است از اونه که دو گرگ گشنه را در بین گوسفندا سر بتی. لدینه، یعنی دینش را تباه میکند، یعنی برای دینش بدتر است. یعنی که یعنی که انسان وقتی که حرص داشته باشد برای پیدا کردن مال و برای پیدا کردن شرف و از دم این باشد، دینش را اون انسان چنان تباه و فساد و خراب میکند که
دو گرگ در بین گوسفنده اونقدر فسادی آورده نمیتوانند. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است. و قال حدیث حسن صحیح، امام ترمذی گفته است که حدیث حسن و صحیح می باشد. یعنی حرص جمع آوری مال برای دین انسان چقدر ضرر و چقدر خطرناک است. خب این بود حدیث 484. بعد از این حدیث 485: وعن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: نام رسول الله صلی الله علیه و سلم علی حصیر، یعنی خواب کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بالای حصیره، بر بالای بوریا. اون بگیم زمان پیش که حصیر میبافتن از قمیش به مثل گلیم های امروزه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در بالای همون حصیر خواب کرد. فقام وقد اثر فی جنبه، پس وقتی پیغمبر میگه از جوش خست، وقد اثر فی جنبه، واقعا پیش ماندگی بود در پهلوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی که هم پی همون قمشا همون حصیر پیش در پهلوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانده بود. قلنا، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگه که پس ما گفتیم که یا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، میگه گفتیم که ای رسول الله، لو اتخذنا، ای کاش که آماده میکردیم، لو اتخذنا یعنی که ای کاش که آماده میکردیم، لک برای ای رسول الله، وطاء یعنی که زیر اندازهای نرم و ملایمی، یعنی کورپچه و بگیم چیزهایی که در بالاش آرام انسان خواب میکند. ای کاش که گفت برای تو این چیز را آماده میکردیم. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جواب این سخن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگه گفت که مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، یعنی که مرا چی به دنیا، یعنی من کارم چی است به دنیا. ما انا فی الدنیا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح و تركها. ما انا فی الدنیا الا كراكب، یعنی که میگوید که نیستم من در این دنیا مگر اینکه به مثل یک مسافره، به مثل راکبه، یعنی که مسافره که استظل تحت شجرة، یعنی که سایه طلب کرد، سایه گرفت در زیر درخته، یعنی مسافری که در یک جا می رود سایه درختی در کم دم میگیرد. ثم راه و ترکها، پس ادامه میدهد راه سفرش رو، و ترکه و ترک میکند اون درخت رو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که من در این دنیا به مثل همین هستم، یعنی که من را چیو دنیا، من را چیو به دنیا، یعنی که من به دنیا کار ندارم، من یا راهگذر هستم و به این چیزا احتیاج ندارم. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن صحیح، و این حدیث حسن و صحیح می باشد. امام ترمذی گفته که حدیث حسن و صحیح است. خب این بود حدیث 485. بعد از این حدیث 486: وعن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء ب500 عام، یعنی رسول الله میگه گفت که يدخل الفقراء الجنة، یعنی که داخل می شود انسان های فقیر به جنت، قبل الاغنیاء، یعنی پیش از ثروتمندان، ب500 عام، یعنی 500 سال پیشتر، یا 500 سال روز زودتر و پیشتر. اولا کمبغل ها به داخل جنت می شوند. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن، و گفته است که حدیث حسن هست. این حدیث دلالت میکند که انسان فقیر زودتر داخل جنت میشوند از ثروتمندانی که هست از اونها دیده. مثلا 500 عام یعنی که زودتر.
خب بعد از این حدیث 487 و عن ابن عباس و عمران بن الحسین رضی الله عنهم، یعنی از ابن عباس و عمران بن حسین رضی الله عنهم روایت است. عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کی گفت: اطلعت فی الجنة. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه اطلعت، یعنی سر زدم یا معلومات گرفتم، فی الجنة، از جنت، یا که سر زدم به جنت. فرأیت اکثر اهلها الفقراء، پس دیدم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم، که اکثر اهل جنت رو فقیران هستند. اکثر اهل جنت انسان‌های فقیر و محتاج و نادارها هستند. و طلعت فی النار، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه باز سر زدم به دوزخ، یعنی که معلومات گرفتم درباره دوزخ. فرأیتو، پس میگه دیدم، اکثر اهل النساء، یعنی اکثر اهل دوزخ رو که زنها هستند، یعنی که اکثر اهل جنت کمبغلان و فقیران هستند و اکثر اهل دوزخ زنها می باشند. متفق علیه، من روایت ابن عباس، یعنی که حدیث متفق علیه است، از روایت ابن عباس است. و رواه البخاری و ایضا من روایت عمران ابن حسین، و روایت کرده که همین حدیث را امام بخاری همچنین از روایت عمران ابن حسین است. فقط راویاشون فرق میکند، اما حدیث و حدیث یک چیز است. حدیث متفق علیه ابن عباس روایت کردگی و حدیث بخاری را عمران ابن حسین روایت کردگی هست. خب این بعد حدیث 487. بعد از این حدیث 488 و عن اسامه بن زید رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از اسامه ابن زید رضی الله عنهما روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که قمت علی باب الجنة، یعنی ایستادم در نزد در جنت. رسول الله میگه در نزد در جنت ایستادم و فکان عامت من دخلها المساکین، پس بودن بیشترین کسانی که داخل جنت میشیدن انسانهای مساکین بودن، یعنی فقیران و نادارها بودن. وقتی که در جنت بودن میگه اکثر کسانی که داخل جنت میشیدن فقیران و نادارها بودن. و اصحاب الجد محبوسون، و اصحاب الجد یعنی که ثروتمندانی که بهشتی هستند، ثروتمندانی که باید داخل جنت شوند، انا همین ثروتمندان میگه محبوسون، نگاه داشته میشدند. یعنی اینها را اجازت در آمدن نبود، اینها نگاه داشته میشدن تا اینکه اول مساکین داخل شود، اول فقیران داخل شود. غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار، غیر این که میگه اصحاب دوزخ دستور داده شده که بود به سوی دوزخ، یعنی که امر شده که بود که اونها را به سوی دوزخ ببرند. یعنی که اصحاب الجد گفت که محبوسون، اینها یعنی اهل دوزخ نیستند، یعنی که ثروتمندان بهشتی نگاه داشته میشدن، یعنی که اینها اهل دوزخ نبودن. میگه اهل دوزخ تا فرمان داده بود که اونها باید دوزخ بروند، اینها باید ثروتمندانی که بهشتی هستن نگاه داشته میشدن، اینها یعنی که اول کم بغلان می در آمدند و فقیران و مسکین ها بعد نوبت اینها میشد. برای خاطر گو غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار، یعنی که این ثروتمندان از اهل دوزخ نبودن، بلکه بعد از کم بغلان باید داخل دوزخ شوند. حدیث متفق علیه است. خب بعد از این حدیث 489 و عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اصدق کلمت قالها شاعر کلمت لبید، یعنی که راستترین یک سخنی که کلمت یعنی یک سخن، راستترین یک سخنی که قالها گفتگی از همون یک سخن را شاعرون شاعری هست، کلمت لبید یعنی سخنی
لبید است، سخن لبید نام شاعر. خب این لبید میگه سخنش راستترین سخن هست. لبید چی گفته است؟ گفته است که الا کل شیء ما خلا الله باطل. یعنی لبید گفته است که آگاه باشید همه چیز غیر الله باطل است. الا آگاه باشید کل شیء، یعنی همه چیز ما خلا الله غیر الله تبارک و تعالی باطل است و بی ارزش و بی ثمره است. خب متفق علیه، حدیث متفق علیه است. خب با همین این باب به آخر رسید. باز باب نو، باب جدید شروع می شود انشاءالله. این باب را درس آینده. این بود درس امروزه و درس امروزه همین جا به پایان. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.